کشوری عجیب با قوانینی خنده‌دار. جوک‌های زیادی در مورد کره شمالی ساخته شده و هممون تقریبا میدونیم اونجا چه خبره. اما میخوایم یک کشور دیگر رو بهتون معرفی کنیم. کشوری که میگن کره شمالی دومه. شاید باورتون نشه، ترکمنستان. ترکمنستان کشور کوچیکی نیست، نسبتاً بزرگه و در شمال شرق ایران قرار گرفته. اما با وجود این زیاد شناخته شده نیست. اکثر مردم دنیا اصلاً یک همچین کشوری رو نمیشناسن. پایتخت این کشور برخلاف خودش اشخاباده، یک شهری که چسبیده به مرز ایران. بزرگترین مرزهای ترکمنستان با ایران و ازبکستانه. شاید فکر کنید سواحل این کشور با دریای کاسپیان مثل ایران جنگلی و سرسبزه، ولی اینطور نیست. سواحل شرقی کاسپیان تماماً کویریه و بیشتر کشور ترکمنستان هم کویره و یک بیابان بزرگ هم در وسط این کشور به اسم قره قم وجود داره. یک رودخونه مهم اینجا وجود داره به اسم آمودریا که در ایران باستان بهش میگفتن جیهون. ترکمنها سالهای ساله که توی این منطقه زندگی کردن، اما تشکیل این کشور از زمان شوروی اتفاق افتاد، چون باید بدونید که اینجا رو روس‌ها تسخیر میکنن و جزء اتحاد جماهیر شوروی میشه. این منطقه هم مثل قفقاز پر از گاز و نفته، برای همین برای شوروی‌ها خیلی مهم بود. این منطقه آسیای میانه با این دوتا رودخونه آمودریا و سیردریا یا جیهون و سیهون کاملا آبیاری میشد و همه چی سر جاش بود. اما روس‌ها برای اینکه این منطقه رو کشاورزی کنن شروع کردن از این رودخونه ها کانال کشی به همه جا. اونا در مدت کوتاهی موفق شدن یک دریاچه بزرگ مثل آرال رو کاملا خشک کنن، همون چیزی که این روزها داره سر دریاچه ارومیه میاد. ترکمنستان وقتی در سال 1991 یعنی سالی که شوروی فروپاشید مستقل شد، اعلام کرد که ما کشور بی‌طرفی هستیم و میخوایم با همه همسایه هامون کار کنیم و هر کشوری گاز میخواد بهش میفروشیم. این کشور پر از گازه، یعنی نهمین کشور از لحاظ ذخایر گاز. جمعیت این کشور هم حدود 6 میلیون نفره که خیلی کمه. وقتی ذخایر رو با جمعیت و موقعیت کشور حساب میکنی، باید این کشور در حد کویت پولدار باشه. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومد لطفاً یه لایک بذارید تا بریم به ادامه داستان ترکمنستان. اما یک موضوع خیلی عجیبی اینجا اتفاق افتاده. این کشور یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست و مثل کره شمالی بیشتر جمعیت گرسنه‌اند. دومین رئیس جمهور ترکمنستان بعد از استقلال قربانقلی بردیمحمدوفه که تقریباً مادام العمره، چون از 2006 تا حالا سر کاره. ایشون جانشین سفرمراد نیازوفه که رئیس جمهور اول ترکمنستان بود و بهش میگفتن ترکمنباشی، یعنی رئیس ترکمنها. ترکمنباشی هم یک دیکتاتور شناخته میشد. او توی خود اشخاباد نه تنها یک مجسمه بزرگ از خودش از طلا ساخته بود و گذاشته بود وسط میدون اصلی این شهر، بلکه یک مجسمه طلا هم از سگش ساخته بود و نزدیکی های این میدون نصب کرده بود. سفرمراد نیازوف در سال 1999 به اندازه جمعیت کشور ساعت سفارش میده و به هر نفر یه ساعت میده. اما روی صفحه ساعت یک پرچم کشور ترکمنستان هست و یک عکس از خود آقای نیازوف. در زمان آقای نیازوف غربی ها به این کشور یک لقب داده بودند. اونا میگفتن یک کشور فاشیستی که از شوروی جدا شده. نیازوف دقیقاً مثل کینگ جان اون مرتب به مردمش دروغ میگه. اونم دروغای شاخدار. مثلا میگه ما اینجا 5000 ساله که تمدن داریم و این اولین باره که در زمان من ما اینجا مستقل هستیم. یعنی منظورش این بوده که قبل از این، یعنی 5000 سال پیش، هیچ موقع مستقل نبودن. هر جای ترکمنستان که بری عکس بزرگ آقای ترکمنباشی رو میبینی. تو این کشور مثلا میخوای بری گواهینامه رانندگی بگیری، یک سری از سوالات مربوط به رهبره که بایستی اونها رو جواب بدی، بعد تازه امتحان رانندگی بدی و گواهینامه رو بگیری. ترکمنباشی وقتی میاد سر کار اسم ماهای سال رو هم تغییر میده. ژانویه رو میذاره ترکمنباشی که اسم خودشه. فوریه رو میذاره بایداک یعنی پرچم ترکمنستان. مارس رو میذاره نوروز، چون میدونید که نوروز رو در بیشتر آسیای میانه جشن میگیرن. آوریل رو میذاره قربان سلطان که اسم مادر ترکمنباشیه.
اسم ماها رو تا آخر سال به همین ترتیب تغییر میده. در هر صورت نیازوف رو بنیانگذار ترکمنستان نوین میدونن، البته بین خودشون. حالا یکم بریم عقب‌تر ببینیم آقای ترکمنباشی چجوری به قدرت میرسه. ایشون همیشه یکی از اعضای حزب کمونیست شوروی بوده. در زمان شوروی هم این آقا قدرت زیادی داشته و کنترل گاز ترکمنستان دست خودش بوده. وقتی شوروی فرو پاشید و 15 تا جمهوری ازش جدا شد، ترکمنستان هم میفته دست پرقدرت ترین مرد اون زمان، کسی که شیر گاز تو دستش بود. کشورهای اطراف ترکمنستان به غیر از ایران هیچ کدوم گاز قابل توجهی ندارن. این آقا دروازه های این شهر رو میبنده، مردم رو ساکت میکنه و اجازه نمیده کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنن و گاز که تنها درآمدی این کشوره انحصاری دست خودشه. مردم ترکمنستان اجازه کوچکترین اظهار نظری ندارن. همه چی دست دولته. نه رادیویی، نه تلویزیونی، نه شغلی، هیچی خصوصی وجود نداره. اگه تا اینجای ویدیو واسهتون جالب بود، تا انتهای ویدیو همراه من باشید تا در مورد شرایط خنده‌دار سفر به این کشور بهتون بگم. بعد از کره شمالی بدترین اینترنت دنیا رو ترکمنستان داره. اهالی کشور که اصلاً فقط یک جمعیت خیلی کوچیکی در اشخابات به اینترنت دسترسی دارن، اونم به صورت خیلی محدود. خیابان‌های اشخابات رو وقتی نگاه می‌کنی یاد پیونگیانگ کره شمالی می‌افتی. خیابان‌های عریض اما خلوت، هر نیم ساعت یک ماشین رد میشه. کشور ترکمنستان به شدت مشکل کمبود آب شیرین داره، اما نه در اشخابات. هرچی آبه آوردن تو این شهر. نه اینکه مصرف درستی داشته باشن. بیشتر از 1000 تا فواره تو این شهر وجود داره که همشون آب شیرین مصرف میکنن. تو این کشور یه چیزای عجیبی غیر قانونیه. مثلا بازی کامپیوتری نمیتونی انجام بدی. آرایش و لوازم آرایشی حکم سنگینی داره. ریش و موی بلند هم ممنوعه، البته برای آقایون. با وجود اینکه خود ترکمنباشی سگ داشته و سگشو به قدری دوست داشته که مجسمه‌شو ساخته، اما مردم اجازه ندارن سگ داشته باشن. او میگفت دلیل این قانون اینه که مردم بلد نیستن سگو چطور تمیز کنن. برای همین کثیف میمونه و بوی بدی میده و فقط من بلدم این کارو انجام بدم. یک کار جالب سفر مراد نیازوف این بود که خط سیریلیک رو جمع کرد و برگردون به الفبای فارسی عربی، کاری که بیشتر کشورهای آسیای میانه هنوز موفق نشدن انجام بدن. اما یک کار خیلی بدی که آقای نیازوف کرد این بود که مدارس رو طوری مهندسی کرد که فقط یک چیزای بی ربط به بچه‌ها یاد بدن و جامعه یک جورایی بی سواد بار اومده. برای همین هم است که خیلی راحت مردم رو کنترل میکنن، چون نمیدونن که بیرون چه خبره. این دوتا رئیس جمهور ترکمنستان وقتی برای مردم سخنرانی میکنن شنیدنیه. اونها به مردم میگن شما تو بهترین کشور دنیا زندگی میکنید. پیشرفته ترین کشور همینجاست و کسی نمیتونه فناوری های ما رو داشته باشه. مردم هم که خبر ندارن بیرون چه خبره و حرفای اونها رو باور میکنن. حرف زدن بر ضد رئیس جمهور یا هر قسمت از دولت یا حتی بر ضد یک کارمند دولت جرم سنگینی داره و میبرنش زندان. اونم معلوم نیست که دیگه بیاد بیرون یا نه. 90% ترکمنستان مسلمانه، ولی قسمت خنده‌دار داستان اینه که آقای نیازوف یا ترکمنباشی به مردم اعلام کرده که من پیامبر جدید اسلامم و بهشون گفته شما باید قرآن جدید رو بخونید و اون اینه روحنامه که عکس خودش هم زده روش. هر کسی هم بگه چرا اعدام میشه. نمیدونیم بخندیم یا گریه کنیم. 6 میلیون آدم مثل این که تو یک زندان اسیر شدن و هیچ راه آزادی هم ندارن. مرخصی هم نمیدن که یه دقیقه از این کشور بیان بیرون و ببینن چه خبره. بعد از آقای نیازوف این رئیس جمهور جدید که گفتیم اومده سر کار، همون قوانین و اون کارها رو داره ادامه میده. حالا اگه بخوای بری اونجا رو ببینی باید چه کار کنی؟ باید بری ویزا بگیری. شاید بگی خب که چی؟ آخه ویزاش فرق میکنه. ویزا بهت میدن، فقط میتونی بری اشخابات و فقط 3 روز میتونی بمونی، اونم تحت نظری. یعنی نمیتونی راه بیفتی بری با مردم خوشو بش کنی، چون ممکنه یه دفعه دهن در بره که آقای نیازوف پیامبر دوم نیست. اگه یک توریست مقررات رو اجرا نکنه دیگه 3 روز اونجا نیست، یهو میبینی که 13 سال تو زندانه. پس اگه رفتین اونجا مقررات رو خوب رعایت کنین. نظر شما چیه؟ لطفاً تو کامنت ها نظرتون رو به ما
بگین. و اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیوهای بعدی ما رو هم از دست ندین. همینطور شما میتونید با سابسکرایب کردن کانال ما و فشار دادن دکمه زنگوله اولین نفره باشین که ویدیوهای ما رو مشاهده میکنید.